ساعت با وقتی پراگ رسوده هست و چون همیشه در همین ساعت من برای شما سرخط خبرهای تاجیکستان جهان را میگم. شالوی گلخوجه هستم و با سپاس از یک شما برای همراهی و برای توجهی که به رادیو آزادی و به خبرهای رادیو آزادی دارید و با امید آن که من همه شما را بازم در پخش مستقیم برنامه خبری که بعد از 3 ساعت دیگر تقدیم می شود ببینم. رو میارم به سرخطی که حالا در دست دارم. از کت بیمارخانه به بازپرسی چند ناظر محبس رقم 3 شهر خوجند که ماه گذشته در نوبتداری آنها آشوب به پا خسته بود و شدیداً مجروح گشتند از وظیفهشان بی‌نصیب ماندند. حالا آنها اوید به جزئیات سرزدن شورش بیانات میدهند، اما والدان زندانبان‌های بازداشت شده میگند از جریان تفتیشات ناراضی نیستند، ولی سلامتی فرزندانشان که پرره تبابت نیافته زود به سیزو برده شدنشان نگرانند. برخی از این ناظران بیش از 10 سال تجربه کاری در محبس را داشتند و به قول مقامات در آشوب زندان شهر خوجند 21 محبوس و 2 زندانبان کشته شده، 5 مأمور زندان شدیداً زخمی گردند. بعد رخ دادن یکی از جدی ترین حوادث در تاریخ زندان‌های تاجیکستان، حکومت رهبریت نظام زندان‌ها را برکنار، راهبر و کارمندان دیگر این زندان را بازداشت کرد و تفتیشات تا کنون دوام دارد. برای دوزنگی جواب میگوید. در کرسی عیبداری پالکوونیک میلیسا نشسته است. در تاجیکستان دوزنه ها و همسران دوم نمیخواهند که رابطه هایشان آشکار شود، چون قانون جنایی تاجیکستان چند همسری در کشور را ممنوع کرده برای بسیار زنی جریمه یا تا 2 سال کارهای اصلاحی را پیش بینی کرده است. اما با این وجود چند همسری در کشور یک پدیده رایج باقی مانده، باعث سر زدن مشکلات اجتماعی و روانی در مثل یک عائله شده است که در برنامه خبری گزارشش رو به شما پیشنهاد میکنیم. اگر برنامه رو تماشا کنید پس خواهید دید که چگونه همسر اول از غایت رشک و غضب از شوهر طلاق گرفته از بالای او برای داشتن همسری دوم به دادگاه شکایت برد. نوسی چند هزار یوروگی و دعوای یک جوان توجیک که میگوید کارمندان فرودگاه دوشنبه او را قاچاقچی کردند. مقامات دخلدار به تحقیق قضیه پرداختند که به 20 کیلو نوس مربوط است. یک جوان توجیک ادعا دارد که او را در فرودگاه آلمان با بار قاچاقی بازداشت نمودند که اصلا به او تعلق نداشت و او حتی درباره موجودیت آن بار نمیدانست. گفته می شود در جریان تفتیشات 2 کارمند فرودگاه که احتمالاً در سرگردانی این جوان توجیک دست دارند از وظیفه برکنار شدند. پلیس فرانسه نزدیکان گمانبر در حمله به یارمارکه سولینوی شهر استراسبورگ را بازداشت کرد. والدان و 2 برادر او به حبس گرفته شدند. به اطلاع رسانه‌ها دست کم یکی از آنها با تندگرایان رابطه داشت. خود گمانبر را بیش از 700 نفر هنوز هم جستجو دارند. در وزارت امور داخلی فرانسه گفتند که احتمال می‌رود او کشور را ترک کرده باشد. باید بگویم که شب 11 دکبر مرد مسلح به یارمارکه سولینوی در مرکز استراسبورگ حمله کرد که 3 کشته و 13 زخمی بر جای گذاشت. پلیس گفت حمله را ساکن 29 ساله استراسبورگ شیکت شریف انجام داده است. او 27 بار در فرانسه، آلمان و شویتزاریا به جوابگری کشیده شده است. چند سال پیش نیز برای دزدی در آلمان زندانی شده بود و او را به فرانسه استرداد کردند. تلاش‌های تا به حال ناموفق تولید شراب در ازبکستان و یا چرا شوکت میرزیویف میخواهد شراب‌پزی را احیا کند. با این هدف رهبری ازبکستان از فرانسه 10,000 نهال انگور وارد نموده دستور داده است که تا سال 2021 استحصال شراب کمش 60% افزایش یابد. این یکی از موضوعهای گزارش برنامه امروزی ماست و پیشنهاد میکنم که این گزارش جالب را تماشا کنید. و بعد 2 سال ساختمانی در شهر خاروغ، جماعتخانه و مرکز اسماعیلیان درهای خود را برای ساکنان باز نمود. رسمی افتتاح مرکز با زودروز پیشوای اسماعیلیان جهان شاه کریم الحسینی آقاخان 4 راست آمد که امروز به سن 82 رسید. یادگار فیض رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان در پیام تبریکاتیش بین مناسبت تلاش‌های رهبر اسماعیلیان جهان در بازگشت صلح به تاجیکستان و همچنین سهم او در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی در این کشور را تاکید نمود. باید گفت که پیروان شاخه اسماعیلیه عمدتاً در پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، سوریه، تانزانیا، هندوستان و کشورهای دیگر به سر میبرند و پس از استقلالیت تاجیکستان آقاخان 4 چند دفعه به تاجیکستان سفر داشت و با پیروانش
ملاقات کرد. خب بینندگان عزیز، فراموش نکنید ما بعد از 3 ساعت برنامه خبری داریم و همه شما رو با گزارش‌های جالب و با خبرهای ناب منتظر هستیم و مطمئنم که چون هر دفعه شما در این برنامه که 15 دقیقه ادامه میکند ما رو همراهی خواهید کرد و برنامه در آزادی ویدیو کانال مستقیم رادیو آزادی در یوتیوب پخش می شود و همزمان این برنامه رو شما می توانید در www.azadi.org که وبسایت رادیو آزادی است تماشا کنید. خب طور ما می بینیم بعضی از مشکلات تکنیکی است چند روزی اخیر که برخی از شما نمی توانید برنامه های خبری رو تماشا کنید، همزمان نوید بامدادی رو ببینید، اما به هر صورت ما باوری داریم که این مشکل به زودترین فرصت رفع می شود و ما شما بینندگان عزیز را از دست نمی دهیم و شما همین گونه با رادیو آزادی همکاری خواهید داشت و خبرهای دست اول را محض از ما کارمندان رادیو آزادی می شنوید. با امید همکاری بیشتر من شما را بعد از 3 ساعت دیگر منتظرم.